خب فکر میکنم که الان صدا و تصویر ما وصل باشه. ببینیم توی یوتیوب دوستان کیا هستن. مهدی شجاع اومده، نشه منتظریم. فقط داموش گیلان. حالا دوستان دارن توی کانال ها و استوری اینستاگرام اطلاع رسانی میکنن. یه خورده دوستان بیشتری که بیان ما حتما برنامه رو شروع میکنیم. چطوری علی؟ خوبی علی؟ خسته نباشی. دلمون تنگ شده بود. آره بعد اون روز که با آیه شخص داسیلوا صحبت کردیم دیگه. آره برنامه نداشت. 2 ماه شد. آره باز 2 ماه تقریبا. نه. شاید کمتر. شما یه تأخیری داشتیم بعد با داسیلوا صحبت چیزش. آره یه ماه و نیمی هست. برنامه زنده البته خیلی وقت دیگه. آره زنده که خیلی وقت نداشتیم و موهامو نگاه کن چه بلند شده. آره موهاتو نگاه کن چه کوتاه شده. داشت بعداً یه جا جبران میکنم برات. خیلی خوب. ببینیم چه خبره. دوستان بیان که یه سلام و احوال پرسی هم باشون داشته باشیم. فعلا دوستان زیادی نیومدن، نمیدونم توی میان خوابن دیگه، تایم بدی آخه. واقعا تایم بدی. اطلاع رسانی هم خودش نکردیم چون که همین الانش هم وضعیت پخش چندان پارسال یه خورده اطلاع رسانی خودشون برای پخش و اینا بیشتر از شبکه‌ها داشت پخش می‌شد. دقیقاً همینجوریه. شاید حالا با این وضعیتی که دارن از حاشیه مراسم مصاحبه میگیرن شاید اصلا شروعش رو یکم طول بکشه. آره احتمالش خیلی زیاده. ما حالا در مورد وضعیت لیگ به هر حال صحبت می‌کنیم، در مورد اینکه تیم‌ها کیا هستن، وضعیتشون چطوره. حالا من می‌بینم که الان اطلاع رسانی هم داره انجام میشه. حتماً خیلی خوب. دوستان زیاد اومدن، من دارم آمار نگاه میکنم. دوستان خیلی بیشتری اومدن. ABLF نوشته سلام، فقط داموش گیلان. حشاشین نوشته آقا یا علی ایشالله بازی اول بخوره میزبانی. شروین شریفی میگه آقا از بمب خبری نداری داشت اینجا. بگو چرا ببین نمیدونم حالا منظورت از بمب کیه، ولی اگه دروازه‌بانه که والا ببین حالا سالهای گذشته یه دوستانی بودن یه سری بازیکن‌ها میگفتن بمب، بعدا ما دیدیم چه عملکردی داشتن. خلاصه بمب حالا ببینیم چی هست، حالا کیه و چیه. ولی یه سری بازیکن‌ها تو تمرین بودن، یه سری هم که دارن میان. سینکی هیر وی گو. آره هیچ وقت فکر نمی‌کردم این جمله رو بزنم. آقای مخلص خب خیلی دوستان زیادی اومدن. این برنامه رو تقریبا دیگه در آیه عموزاده، کاوه عزیز، آقای کاوه آزادی، معرضا مرادی، سلام بر دوتا علی، سلام بر جانباز رسانه‌ای داماش. آره بیچاره آرزوی بهبود هم براش داریم دیگه. هنوز فکر نکنم. دیروز عکس ماشینش رو استوری گذاشت. دیدم. آره دیدین چیکار کردم باهاش؟ مثلا چه چیزا هیچی داشت اونو کلا تو خودت همون شکلی شدی. ماشین که جای خود داره. دوستان عرضم به خدمت شما که تا این لحظه هیچ اطلاع رسانی درستی نشده که اصلا قراره که قرعه کشی از جای پخش بشه، ولی به هر حال ما این آمادگی رو داریم. اگر قرعه کشی بخواد از جای پخش بشه به صورت ویدیویی، ما حتما قراره که براتون پخش بکنیم. فعلا منتها فقط یه کلیپای در اومده که حالا سرمربی‌ها یا مدیرای تیم‌ها مثلا دارن یکی مصاحبه میکنن. احتمالاً با توجه به اینکه الان تازه دارن کلیپ مصاحبه‌هاشون میگیرن، شاید یه خورده مراسم بخواد با تأخیر برگزار بشه. محتمله کاملا این قضیه. و اینکه حالا ما در مورد تیم‌ها صحبت زیاد داریم دیگه. در مورد تیم‌ها صحبت زیاد داریم. در مورد وضعیت تیم خودمون فعلا صحبتی نمی‌کنیم تا حالا به بازی‌ها بخوایم نزدیک بشیم اونجا حتما شکل گرفتنیم لازم صحبت بیشتری می‌کنیم. من در خصوص روال قرعه کشی بخوام توضیح بدم، البته هنوز ما تصویری نداریم و چیزی نشنیدیم، ولی احتمالاً روال به شکل روال پارسال میشه. تیم‌هایی که توی یک شهر هستن روز بازیشون احتمالاً باید متفاوت بشه، یا مثلا اون میهمانون باید میزبانی. آره میهمان میزبانیشون برعکس میشه اگرم روزش رو عوض نکنن. یه نکته دیگه هم که در مورد قرعه کشی وجود داره اینه که معمولا یه کاری میکنن که تیم هایی که توی یک استان هستن زودتر با هم بازی کنن که به بازی های آخر نخوره. یعنی قطعا مثلا ما میدونیم که مثلا با شهرداری استان در هفته پایانی بازی نداریم. بعد چه تفاوتی ایجاد میکنه؟
تفاوتش بابتش به خاطر اینه که مثلا یه جورای اصطلاحاً عامیانه بخوام این گاوبندی نکنن با تیم. شاید یه زمانی مثل فصل گذشته باشه که ما جفت خب ما و آستارا حالا شانسی دیگه، چون نمیتونن پیش بینی کنن اومدن همچین چیزی رو در نظر گرفتن که قرعه به این شکل نخورن. یکم اعتماد داشته باشیم به تیماتون. آره. اصلا فوتبال از این پاکتر مگه داریم؟ مثل تمام چیزا اون فوتبالمون هم پاکه 100%. از افعال برره‌ای معکوس است. علی حالا میدونم کلی مطلب آماده کردی. اول از همه بیا از اسامی تیم‌ها شروع کنیم. تیم‌هایی که موندن، تغییر مالکیت دادن، سقوط کردن به لیگ 1 یا از لیگ 2 صعود کردن به لیگ 1. خب ببین ما فصل گذشته اون 18 تا تیمی که داشتیم طبیعتاً 2 تاش صعود کردن لیگ برتر، دیگه با اونا کاری نداریم. 3 تاشون هم صعود کردن که خیبر و چادرملو بودن. آره. که رفتن و 3 تا تیم دریای بابل، شاهین بندرآمری و خوش طلایی هم سقوط کردن، با اونا هم کار نداریم. این وسط حالا یه تغییر مالکیت و جابجایی امتیاز هم بوده. حالا تیم‌ها یه لحظه قطع شده یا ضعیف شده. خوب شد دوباره. آره خوب شد. حالا نمیدونم اوکی. دستکاری کنم اینا. این رو هم بگم پوریا بالازات هم اینجا هست. من وسطای برنامه احتمالاً برم و پوریا بیاد جای منو بگیره دوباره حتما برمیگردم. خب میگفتی تیم‌ها 2 تا سقوط کردن، 3 تا سقوط کردن. اونا رو کار نداریم که حالا جابجایی امتیاز هم بودن بهش میرسیم. بر اساس رتبه ها از سوم تا 15 هم رو میخونیم تیمایی که میدونیم این فصل هستن. تیم سوم فجر سپاسی بود، بعد نفت مسجد سلیمان، سایپا، مس کرمان، آریو اسلام شهر، مس شهر بابک، نفت و گاز گشتاران، مس سنگون، پارس جنوبی جمع. این وسط استقلال ملاثانی امتیازش رو داد به تیم پالایش نفت بندرعباس. قطعی شد این قضیه. الان تمرینشون هم الان تو بندرعباسه دیگه. الان اصلا بازیکن‌های ملاثانی بیشتری جدا شدن و تیم‌های دیگه رفتن. الان هم حالا یه صحبتایی هست که می‌خوان مربیای گزینه‌ای بر مربیگری بندرعباس هست. به نظر دیگه چیزش قطعیه. بعد تیم‌های دیگه که موندن شهر راز شیراز، شهرداری آستارا و داماشگیلان. و حالا تیم‌هایی هم میمونن که صعود کردن. کبیر مقوا صعود کرد از لیگ 2 ولی خب امتیازش رو داد به بعثت کرمانشاه. الان بعثت کرمانشاه رو این فصل داریم. دیگر تیم نیروی زمینی تهران و تیمی دیگه هم که از پلی آف اومد بالا شهرداری نوشهر. اینا تیم‌هایی هستن که این فصل توی لیگ 1 حضور دارن. حالا در بین این تیم‌ها بخوایم یه ذره برنامه رو سرگرم کننده کنیم. حالا دوستانی که دارن کامنت میذارن هم میتونن در این مورد کامنت بذارن و کامنتاشون حتما میخونیم. حالا الان هنوز چیزی معلوم نیست. بخوای از همین الان با اطلاعاتی که داری بخوای پیش بینی کنی که چه تیم‌هایی صعود میکنن و چه تیم‌هایی سقوط میکنن، به نظرت قضیه چه شکلی پیش به میره؟ نظر من فجر سپاسی خیلی داره خوب میونده. حالا بگم سرمربی که آورده پیروز قربانی خب چندان تو فصول اخیر سابقه خوبی، نتایج خوبی از خودش به جا نگذاشته. مثلا شاید میتونست پارسال با نفت و گاز حتی بهترم نتیجه بگیره. حالا فصل‌های قبل از اونم تو تیم‌های دیگه که بود همینطور. ولی خب حالا سرمربی جدید فجر سپاسی شده برای اینکه مهدی رجب‌زاده جدا شد. مرزاد مدنچی هم که حالا به حال بازیکن شناخته شده بود زمانی کمک مربی شده. بازیکنایی که جذب کرده سجاد تمیمی از مسجد سلیمان، دیگه ارزم به حضور حسین خطیر که پارسال گلر نساجی بود، محمد آژیر و امیر طاهر از پیکان، سجاد جعفری از شمس آذر، ساسان جعفری کیا، امیر محمد منصف و علی نبیزاده از نفت و گاز گشتاران، رضا امانی نژاد و یوسف کیشمس از نفت آبادان، علی رستمی از چادرملو که با چادرملو صعود کرد و سینا شاه عباسی از فولاد بازیکن سابق ما بود و حسین ساکی از استقلال خوزستان. این وسط چند تا جدایی هم داشتن. بازیکناشون بس در کل خوبن. آره حالا عباس بوعزار و عرفان پورافراز و مهدی شریفی، علی فتی و حامد بهیرا اینا جدا شدن. ولی در کل تیم خوبی بسته بندن، مهرهای خوبی گرفته. اینا دیگه تیم دیگه‌ای که خوب باشه که دیگه به نظر من حالا نفت آبادان یه برهه‌ای داشت به یه سمت بدی پیش میرفت ولی کم کم مهرهای جذب کرد که یه خورده به نظر میتونه براشون امیدوار کننده باشه. یا مثلا یه روز 7 تا بازیکن جذب کرد، یه بار 3 تا، بعد حالا یه سری مهرهاشون هم جدا شدن. حالا یکی 2 تا بازیکن خارجی داشت. خود نفت مسجد سلیمان چی؟ پارسال تا یه جای مدعی بود. مسجد سلیمان چیزه. حالا این وسط یه حاشیه‌ای براش پیش اومد. مسجد سلیمان اول که آقای اشکش جدا شد، بعدن گفتن آقای سیروس پورموسوی میخواد بیاد، سیروس پورموسوی نیومد. از اون تیمای سقوط کرده از لیگ برتر ما در نظر بگیریم. همون دیگه واسه نفت آبادانو گفتم. آره. بعدش حالا آقای کلانتری اومد که پارسال برهه کوتاه سرمربی ما بود. به هر حال آقای کلانتری تجربه خوبی داره تو لیگ 1.
اونم میتونه طبیعتا نفت مسجد سلیمان اگه یه خورده اوضاعش مساعد باشه چرا که نه. حالا یکی از دوستان تو کامنت ها نوشته که امسال فجر رو پیکان صعود میکنن. به نظر اینم میتونه تا حدی شاید درست باشه. پیکان نمیدونم واقعا. پیکان بر اساس اون چیزی که ما دیدیم، حالا امید روانخواه سرمربیشون شد، ولی حالا به نظر یه برهه‌ای می‌خواست تا استعفا بده چون مهرهایی که می‌خواستن رو جذب نکردن. حالا نفراتی که ولی تا اینجا گرفته یه خورده یه چند نفری جذب کرده، مثلا حسن مرادیفر از خیبر گرفت، سعید قائدیفر، محمد حسینی و رامین آقالو رو از سایپا گرفت، علی اصغر هوشمند از پارس جنوبی گرفت. یه سری مهرها رو جذب کرده ولی خب خروجی زیاد داشته. مثلا ایمان صادقی و محمد نفر دیگه هم هستن، سینکی که حالا مصرف شده، آره حالا 39 سالشه. حرف از شاهین شفیعی هم هست، حالا یه سری سنشون بالاه ولی شفیعی هم 36 سالشه اگه اشتباه نکنم. آره من میگم حالا بعضی اوقات حتما نیاز تیم جوون باشه دیگه، زیاد نیست همه سن بالاها باشن، یه ترکیب خوبی باشه که نقاط ضعف و پوشش بده. چرا که نه. حالا یه سری‌ها در مورد سرمربی آقای درخشان ممکنه مثلا شک و شبهه داشته باشن، یا کلا حالا کادر فنی، حالا نه فقط درخشان. آره حالا چون مثلا میگفتن عملکردش تو سال‌های اخیر زیاد چیزی برای تعریف نداره، من اطلاعی ندارم، ولی شاید لیگ یک شرایطش متفاوته چون ایشون بیشتر تو لیگ برتر همه چیزم فنی نیست الزاماً. دقیقاً. و من فکر میکنم میتونیم تا وسطای جدول باشیم، ولی اگه اوضاع تیم خوب بشه و مثلا روال خوبی داشته باشه، ممکنه تو نیم فصل اتفاقات دیگه بیفته، بتونن توی نیم فصل بازم تیمو تقویت کنن، اون موقع میتونیم صحبت‌های دیگه بکنیم. ولی من نمیخوام اتفاق پارسال بیفته که ما داشتیم اینجا خیلی مثبت صحبت می‌کردیم بعد دیدیم فصل خیلی هم نمیخوام منفی باشیم به کدوم سمت پیش رفت. من پیش بینی به اون صورت نمی‌کنم. من میگم فکر کنم با این وضعیتی که داریم پیش می‌ریم ممکنه هفته‌های اول خود مشکل بخوریم چون آماده سازی اینا نداشتیم. دیروز خودمون تمرین بودیم، حالا فعلا داشتن یه سری تستی و امید و امید یه خورده بعضیا نگاه معلوم بود بدنشون خالیه. دوستان حالا اشاره کردن که بعضی وقتا صحبت‌های ما قطع شد، نمیدونم کجا قطع شد، اگر جایی قطع شد اطلاع بدید. فعلا که وصله، فقط این که وضعیت اینترنت بگم که پوریا بالازاده عزیز هم اینجا هست، اون هم حتما میاد اینجا نظرش رو در مورد وضعیت کلی تیم و اینکه چه تیم‌هایی صعود میکنن یا سقوط میکنن حتما میگه. از دوستان خواهش میکنم که در مورد قرعه کشی اگر خبری یا تصویری اومد که بگن که حتما ما براتون پخش کنیم. در هر صورت حالا چه توی این لایو خبری بیاد چه بعداً خبری بیاد، ما حتما توی صفحه اینستاگراممون، کانال تلگرامیمون و حالا هر جایی که خبری بیاد حتما براتون کار میکنیم. آقای امام میگه چرا بازیکن‌های پارسال تو تمرین‌ها نیستن؟ به نظر خودت چرا؟ من الان دو تا دلیل داره دیگه، البته دیگه شروع شده. آقای حمیدی آقای حمیدی از داماش در مراسم قرعه کشی حضور دارن. یه سوالی هست واقعا، حالا ما میدونیم که با یه سری بازیکن‌ها صحبت کردن میخوان نگه دارن، ولی خب واقعا بقیه بازیکنایی که بودن چرا تا الان توش تیمی نرفتن؟ خیلی تمایل دارن به داماش دیگه احتمالاً که بمونن. واقعا جدی میفرمایی؟ مرض داری چرا علی؟ خب نه منتظر شهرداری آستان. شهرداری آستان یکی از بچه‌ها گفت داماش 2 بشه احتمالاً امسال. داماش ب. حالا نمیدونم اونا اصلا زمینشون هم چیکار کردن، میگفتن چمن مصنوعی مثلا مورد قبول سازمان لیگ نیست، نمیدونم اصلا بازیاشون اونجا برگزار بشه نشه. انزلی بازی کنه شیمیان رشت. حالا پوریا اومد اینجا میتونه صحبت کنه. اگر موافق باشید من برم پوریا بیاد. من برمیگردم حتما، به قول اون یارو I'll be back. آره ترمیناتوری. خیلی خوب پوریا بیا سلامی داشته باش با مخاطبامون و نظرتو درباره تیم هایی که صعود میکنن و سقوط میکنن بگو. من رفتم فعلا، خداحافظ شما. سلام علیکم. سلام بر برادر بالازاده. خوبی مهندس؟ قربان شما دکتر. امیدوارم حالتون خوب باشه. پخش زنده نداشت؟ پخش زنده من محمد میرو دیدم توی عکسایی که هست،
مجری در واقع شبکه ورزش که حالا شاید داشته باشه، اگه داشته باشه که امیدوارم. اونجا اصلا هیچ کدوم از این پلتفرم‌های پخش زنده‌ای اصلا هیچ یکم یه چیز تبلیغی دم و براش دستگاهی اونجا دیدم، دوربین ندیدم ولی یک عکس‌ها و فیلمایی که داره میاد. حالا سعی میکنیم به روز باشیم. چیزایی که هست فعلا خبری نیست از دوربین. با توجه به چیزایی که تو هفته اخیر دیدی و از هفته قبل خلاصه وضعیت داماش کم کم رو به مشخص شدن رفت، کم کم مهره جذب کردن و اینا، تو وضعیت چطور میبینی؟ نگاه کن، خب وضعیت داماش نباید سطح انتظارمون بره، ما فقط بتونیم که یه رشد داشته باشیم. از فصل پیش میتونه نکته مثبتی برامون باشه و بریم سمت این که در کنار این که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم، ساختار باشگاهمون هم عوض بکنیم، یعنی درستش بکنیم. همین که باشگاهمون پایه هامون برسیم، امروز داشتیم تو همین گروه همین صحبت ها رو میکردیم، پایه هامون داشته باشیم، یه ساختار درست به عنوان یک باشگاه و چیزی که در خور تیم داماش گیلان هست داشته باشیم، چون همه در واقع دارن به این موضوع میپردازن. الان همه نگران جذب بازیکنان منطقیه و احتمالاً تا حداقل فکر کنم تا 10-12 روز آینده تیم باید تکمیل بشه. چیزی که خبرش اینه که فکر کنم تا پنجم ششم یا فکر کنم تا شنبه میشه سوم، البته سوم باید لیست 14 نفره رو ما به سازمان لیگ اعلام بکنیم. آره، حداقل 14 تا بازیکن رو ما بتونیم داشته باشیم که احتمالاً با تغییراتی که داریم بتونیم تا 17-18 که شروع میشه بازی‌ها انجام میشه. یه صحبتی بود حالا مثلا یه سری هوادارا این دغدغه رو داشتن، مثلا چرا اینقدر بازیکن داره از بیرون از استان آورده میشه، مثلا بومی تو اصلا توی به نظرت توی داماش ما باید اون دغدغه‌مون بیشتر روی بومیگرایی اینا باشه یا مثلا الان باید به فکر نتیجه گرایی باشیم بیشتر؟ نگاه بکنید، یه چیزی هست که به نظر شخصی من یه چیزیه که در کنار هم باید شکل بگیره. خب قاعدتاً کسی که میاد تو داماش بازی میکنه، حالا چه بومی چه غیر بومی اصلا فرق نمیکنه. ما الان بومی‌های فوق‌العاده‌ای توی لیگ برتر داریم، تو تیم‌های خیلی درجه یکی دارن بازی میکنن، خیلی‌هاشون هم حتی الان تیم هم ندارن. من اسم نمیبرم که حالا سوء تفاهم نشه دیگه. تیم ندارم ولی خب یا لیگ یک نمیان یا در ساعات آخر شاید بیان تو لیگ یک بازی بکنن، براشون منطقی نباشه. و اصلا با ببینید داماش چقدر بخواد این در واقع مدیرای چقدر هزینه بکنن، اصلا میخوان اونقدر هزینه بکنن که بازیکن‌های تاپ گیلانی رو بتونن بیارن. و به نظر من اگه تیمی که داشته باشن بشه منطقی بسته بشه در کنار بومی و غیر بومی و میشه یه تیم خوب بس که حالا امیدم داشته باشیم. نمیخوام انتظاراتو ببرم بالا ولی میشه امید داشت، یعنی از داماش باید همیشه انتظار داشت دیگه. یعنی ما بگیم که آقا نمیخوایم داماش سود بکنه، این که یه چیز منطقی نیست. توی فوتبال بخوای باشی، توی هر سطحی بخوای باشی، خب باید رشد بکنی. توی اون سطح برای رقابت نباشی محکوم به سقوط. دقیقاً همینه. یه صحبتی هم کردی در مورد چمن مصنوعی. ما الان توی در واقع 2 تا چمن مصنوعی داریم توی امسال، یکی واسه شهرداری نوشهر، یکی هم شهرداری آستارا. مثل اینکه نوشهر الان مجوز هم نوشهر گرفت به خاطر اینکه کیفیت، حالا من نمیدونم چی کار میخوام بکنن، چیزی که شما بچه‌ها پارسال رفته بودن میگفتن از عزادی اون سالا بدتره، ولی نمیدونم میخوان تعویض بکنن یا ترمیمش بکنن که میگن لول شما خوب باشه. حالا بچه‌ها رفتن حالا ببینیم بازی‌ها به کجا میرسه. خبر جدیدی که من دارم میبینم، خبر آره اون مسئولین نوشهر خود فشار آوردن مثل که مجوز گرفتن. خب شهرداری آستارا هم میتونه. در مورد صعود و سقوط هم اگه بخوایم صحبت بکنیم، صعود به نظرم 3-4 تا تیم هستن که میتونن در واقع مدعی باشن. سایپا با مربی جدیدش و بازیکنایی که میتونه بگیره به خاطر اینکه مشکل مالی خاصی نداره همیشه. سایپا هم خوب شروع کرده. سایپا فکر کنم تقریبا 1 ماه شروع کرده. فجرم من چیزی که حالا نگاه میکردم حالا
20 روز شروع کرده، حالا با تستگیری و اینا شروع کردن. ما تیمای دیگه ای مثل نفت مشهد سلیمان داریم. امسال یه تیم تازه وارد داریم که سهمیه استقلال ملاسانی رو گرفته، بالایش بندرعباس. مثل این که با عبدالله ویسی میخواد شروع بکنه. یه سری هم گفت آرش برهانی، حالا مثل اینکه عبدالله ویسی تقریبا تا 2 روز آینده قطعی میشه، حالا چیزی که حالا خبرها رو میخونیم. و تیم به قول معروف پولداری هم هست و اونم با ببینیم چجوری، چون بازیکن تا دلت بخواد بیرون هست. از فصل پیش که سهمیه‌های بالای 30 سال توی لیگ برتر کم شد، خیلی بازیکن‌ها بیرون موندن، خیلی بازیکن‌ها در واقع ترجیح دادن بازی نکنن، حتی تو لیگ یک نه یا نیم فصل رفتن به لیگ برتر اضافه شدن. امسال هم همچنین تو اسمای خیلی خوبی هستن، خودشون میتونن یه تیم همون اسمایی که بیرون هستن یه تیم تشکیل بدن و تو وسط جدول تو لیگ برتر داره شروع کرده و بازیکن‌های خوبی رو گرفته. مثلا این یکی دو هفته اخیر خوب است. فکر کنم مربیشون هم چه بندرعباس بود که الان نمیدونم احتمالاً باشون به نتیجه نرسیده. و اینجوری حالا سقوط هم به نظر من شهرداری نوشهر میتونه یکی از اون تیم‌ها باشه که سقوط کنه. و پیکان هم نمیگم پیکان سقوط میکنه، ولی پیکان اصلا هیچ چیزش معلوم نیست تقریبا. تازه الان خود داره مهره جذب میکنه. حالا مربیشون استفاده داد، نمیدونم روانخواه موند که موند. ولی ما داماش اصلا اونقدر عقب نیستیم. الان فقط 5 6 تا تیمن که خیلی زود شروع کردن و منطقی شروع کردن. آره. الان اصلا وضعیت سونگون و آستارا مشخص نیست. باز آستارا هم مربیاش مشخص شدن. شوی یاشین سزاوار اصلا هیچی دارن نمیگیرن. نه چون پنجره نقل و انتقالشون بسته است. یعنی احتمالاً گرفتن نتونستن معرفی. شاید دارن از تیم‌های پایه‌شون میارن بالا. نمیدونم واقعیتش، چون تیم حالا امیدشون هم که با همین امیدای داماش توی یک چی بودن، اونا هم فکر کنم در حد ما هست. در واقع تیم‌های پایه‌شون حالا ما تیم خب قاعدتاً تیم پایه‌های بیشتری داریم تو نوجوانان و غیره، ولی فکر نکنم تیمی باشن که اونقدر عقب باشن. حداقل داماش زودتر شروع کردن، شاید مهره‌گیری نکردن، ولی خب دیگه امکانات 2-3 سال قشنگ تو هفته‌های آخر اصلا همیشه همینجوری هم. مثلا خیلی تیم‌ها همینجوری هم. یه فصل فقط بود که تازه مونده لیگ یک تا نیم فصل صد نشین از امروز دقیقاً 20 روز 21 روز مونده تا شروع لیگ، حالا با اینکه عقب افتاده. باید ببینیم به کجا میرسه دیگه. من ببینم خبر جدیدم که نیست فعلا. حالا صدای من و شما احتمالاً از این روش تصویر منو ندارید، تصویر دو تا از عزیزان رو دارید. علیرضا خب فعلا تا این لحظه هنوز هیچ خبری از قرعه کشی نیومده. حالا برخلاف سال پیش که از جاهای مختلفی قرعه کشی رو پخش می‌کردن، امسال این کارو نکردن. و چرا این کار رو نکردن خودش جای بحث داره، چون چیزی که اعلام کرده بودن این بود که در حضور خبرنگاران قرار برگزار بشه. و چرا این اتفاق نیفتاده معلوم نیست. تا این لحظه همون در حد کلیپ هایی از مصاحبه‌های قبل از قرعه کشی فعلا خبر اومده بیرون. حالا برای دوستانی که تا این لحظه یعنی تازه به ما ملحق شدن، این نکته رو بگیم که از تیم داماش آقای شهرام حمیدی سرپرست محترم داماش حضور پیدا کرده در سالن سازمان لیگ و اینکه فعلا خبری نیومده دیگه. به هر حال دیگه حالا به محض اینکه خبری بیاد، تصویری بیاد، حتما پوشش میدیم. فقط اینکه حالا نظر خودتون هم بگید، به نظرتون هفته اول با چه تیمی می‌کنیم؟ پارسال من پیش بینی کرده بودم که بازی اولمون با یکی از مس‌ها میشه. هفته اول فکر می‌کنم به چه تیمی بخوریم و اینکه اصلا ترجیح میدید حالا به چه تیمی بخوریم. هفته اول خونگی با فجر. من نظر من فجر تیم خوبم داره شروع میکنه، یعنی احساس میکنم به فجر. من امسال هم انقدر سرباز داریم، فکر کنم امسال سالی بود که همه تصمیم گرفتن برن سرباز. فجر داخل خونه یعنی یا خارج از داخل خونه؟ من احساس میکنم که کماکان به یکی از مس‌ها می‌خوریم. یه مس اونقدر زیاد داشت شانست بالا جمعه. هم مثل کرمانه، هم بابک، هم سونگونه. آره ولی خارج از خونه این بار. خارج از من اینطوری فکر می‌کنم. آره مس
ولی خب من نظر شخصی اینه که با یکی از تیم‌های تهرانی بیرون از خونه خوبه پس تهران میاد. حالا یکی از دوستان اینجا نوشته کامنت‌های دوستان رضا جرأت میگه جرأت داری بگو، اینجا نمیتونم داشت سانسور میشه. آره اینجا حالا آخ نیرو، یکی میگه آخ نیرو زمینی و چیز کنیم امسال. خب چه عجب امسال تیم نظم داره. آره یه دونه کامنت هم چیه پاک شده از عرفان. امسال فهمیدیم امسال تو جام حذفی هم هستیم یا همچنان محرومیم؟ هستیم. چیزی که میگن الان امسال میخوایم صعود کنیم. آقا من از شما خداحافظی میکنم. بابای. منو میخوام بندازم دوباره جامون رو عوض میکنیم با امیررضا پورمولایی میگه امسال سایپا هم هست برای صعود. آره سایپا تیم خوبی داره میبنده. به نظرتون جام حذفی امسال امیدی هست تا 1/8 میریم؟ بله. بعد چرا حرفی از تیم داماش نمیزنید؟ از مربی تیم داماش چه خبر؟ حالا در مورد داماش که گفتیم زیاد قرار نیست تخصصی صحبت کنیم امروز، فقط در مورد چرا داماش، ولی واقعا؟ صحبت کردیم دیگه. ولی دیگه صحبت نمی‌کنیم. کردیم که دیگه چه صحبتی. چی بگیم؟ حالا می‌خوای دو تکرار کن صحبت رو تا اینکه تو صحبت کن، من صحبتی ندارم اصلا. چی بگم؟ سرمربی که آقای حمید درخشان، بله. دستیاراشو بگو. دستیاراش حالا یکی فکر کنم آقای شهرام شهروز بود دیروز، آقای محمد مومنی هم که همیشه باهاشون هست. بعد آقای شهروز توی سایپا بودن. آره یکی دو تا دیگه هم بودن. اینتر خیلی وضعیتش خرابه حقیقتا، یعنی اینجا هوا هم که بارانی میشه معمولا اینتر کرده و این چیزا دیگه. علی حالا شاید من منظورم شاید جور دیگه باید میگفتم. منظورم صرفا بومی بودن نیست، به سمتی بره که سمت درستی نبود بخوام بگم آقا این سمت درستی نیست. چنین کاراکترهایی من دارم توی تیم نمیدونم، ولی فعلا توی تیم حداقل نداریم. نمیدونم اینکه در کل هم داریم یا نه نمیدونم. همونو دارم میپرسم. آره اون حالا جای بحث داره، ولی در حال حاضر هم تو تیم نداریم یعنی کاراکترهایی رو. متاسفانه ما کاراکترهایی داشتیم تو سالیان اخیر بین بومیان، نمیگم همشون، نمیخوام همشون نمیگم، ولی خب تا زمانی که بودن حرف از عشق به داماش و تعصب و این چیزا میزنن، تا وقتی که نبودن اصلا داماش در حد استوری هم حتی داماش براشون اهمیتی نداشت. به هر حال ما سالهایی رو گذروندیم که باعث شد خیلی شناخته شده تر بشن واسمون. آره کامنت فکر نمی‌کنم کامنت چرا روزبه سینکی میخواد بیاد؟ بله به احتمالش خیلی زیاده، قراردادش نمیدونیم که دیروز هم تو تمرین بودش نشسته بود. دیروز تو تمرین بود، یعنی کنار زمین بود، داشت تو اینستاگرام میچرخید. میگن عزودی رو کاش درست کنن. میگن امسال به نظرتون جام حذفی معجزه میکنیم؟ جام حذفی ما حالا تجربه صحبت کردیم که 10 سال معجزه میکنیم. الان چند سال شد؟ نه 4 سال دیگه. 4 سال دیگه معجزه میکنیم احتمالاً. و خبری هم نیومده دوستان، خبری هم تا این لحظه نیومده در خصوص ورودی‌ها خروجی‌های تیم‌ها. آره بریم بقیه تیم‌ها رو آره یک فهرستی که داریم اونم بالا صحبت کنیم. آره خب مربیشون شده. یه لحظه به نظر میاد که اینترنت رفت و اومد دوباره. الان میتونیم بفهمیم. آره ورودیاش البته مثلا ما داشتیم خبراش می‌خونیم خیلی ها نوشته غیر رسمی، ولی واقعا عکسش تو تمریناتشون بوده. یا غیر رسمی یعنی طرف هست مثل همین حالا مثلا سینکی. آره حالا باید ثبت کنه قراردادش. حالا اگه معرضا زینال خیری، محمد شاه محمدی، فرزان دانا، اکبر آفاقی و میلاد احمدی اینا رو نفت مشت سلیمان گرفته. خروجیاش هم رضا رضایی بود که آقای گل لیگ بود رفت ملوان. بعد رضا نبیزاده، سجاد تمیمی، محمد امین سعیدآبی و علی جراح اینا از نفت سرمربیشون جای آقای مهدی حسینی نصر. بازیکنایی که گرفته علیرضا خوشکفا از استقلال خوزستان، میلاد جهانی که ستاره‌های پارسال دریای بابل بود اونو گرفت. بله. معین قربانی از شمس آذر، صادق بارانی از نفت آبادان و علی زاره از پیکان رو گرفته تیم سایپا. بله. خروجیاش هم امین حسین کریمی، پوریا بالی، سعید کریمی، محمد حسینی، رامین آقالو، میلاد کمندانی و محمد طاها طباطبایی بودن. اینا از سایپا جدا شدن. حالا یکی از دوستان حالا نمیدونم خودش بچه همون وره یا صرفا مایله که بدونیم، یه نظرتون در مورد بعثت هم بگید. بعثت به نظر من تیمیه که امسال شاید تو میانهای جدول بتونه کارش رو تموم بکنه. حالا امسال هم که امتیاز کریم مقوا رو گرفته، با همون سرمربی تیم کریم مقوا آقای رضا مرتضی زاده میخوان فصل رو شروع کنن. تا اینجا بازیکنایی که گرفتن حالا یه سریاشون ما پارسال شنیدیم توی لیگ 1 بودن، ایمان شوریابی، محمد غلامرضا از آریو اسلام شهر دیگه، محمد بیرامند که یاد باشه پارسال اول فصل اومده بود خود داماش چمپیون. بله. اونا از پتروپالش شازن گرفتن، مهدی خلج از شاهین بندرآمری، مرزا بالولی از کبیر مقوا،
مجتبی ممشلی از فولاد هرمزگان که خب سابقه لیگ برتری داشته. ماهرزا داوری رو هم گرفتن، مجتبی خسروی رو هم از خوشه طلایی. حالا یه سری از دوستان در مورد صعود داماش یا وضعیت عزادی پرسیدن، ما در این مورد حتما صحبت می‌کنیم، یعنی صحبت کردیم بازم صحبت می‌کنیم حتما در مورد وضعیت خود داماش و وضعیت عزادی، ولی فعلا بحث رو ادامه بدیم در مورد بازیکن‌های تیم‌ها که بحث ناقص نبوده. خب آره تا سایپا گفته بودیم میرسیم آره. به مثل کرمان. به هم که حالا به نوعی گفتی. آره به هم گفتم دیگه تمام شد. مثل کرمان خب دیگه وقتی که فصل تموم شد آقای اکبر محمدی رفت، حالا با خود نارضایتی هم بود. آقای قاسم شعبان اومد، اونم یه مدت کوتاه موندونم رفت، آخرش هم همین اخیراً آقای علی سامره اومد. بله. بازیکنایی که تا الان گرفته مرتضی آقاخان از نیکا پارس که یه مدت کوتاهی پارسال تیم ما هم بود، امیرحسین کریمی از سایپا، مسلم مجدمی از خوشه طلایی، میررسول حسینی از شهرداری ماشر، ایمان صادقی از پیکان، فرزاد جعفری از هوادار، محمد قاسمی نژاد از دریای بابل و محمد خرم حسینی بازیکن سابق ما هم گرفت. و خروجی‌هاش هم تا اینجا یاسر فیضی، علی وزیری پناه، خشایار زبرجد، محمد امین رضایی، مهران امیری و ابوالفضل عکاشی بودن. اینا از مسی کرمان جدا شد. بله. تیم بعدی آریو اسلام شهر، خیلی این چند وقت خبری ازش در نیامده ولی با همون آقای بیاسلو دارن ادامه میدن. تا اینجا وحید شیخ ویسی و از مس سونگون، مرتضی حسین زاده از مس شهر بابک و رضا خانی از نفت و گاز گشتزاران بازیکناییه که خبرش اومده که جذب کردن. خروجی‌هاش هم محمد غلامرضا، ایمان شوریابی، مهدی یوسفی، نوید کمار، محمد محمدزاده، حسام همراه، عرفان ملاپور، حبیب افرا و امیرسام نصیری بودن. اینا از آریو جدا شدن. تا اینجا به نظر جداییاش بیشتر بود. اما تیم بعدی مثل شهر بابکه که سرمربیش آقای قاسم شعبان جدا شد، آقای محمود فکری اومد و بازیکنان که گرفته تا اینجا محمد طاهر امینی از مس سونگون، محسن آقایی و مجید تاجیک از نفت و گاز گشتزاران گرفت، عارف سیفی و کیوان صالحی و از شهرداری ماشر، پوریا شایسته از کبیر مقوا، علیرضا ارجمندیان رو هم از پارس جنوبی گرفت. خروجی‌هاش هم مرتضی حسین زاده، حسین بهرامی، حمید گلزاری و حجت اسلامی بودن. اینا از تیم مثل شهر بابک جدا شد. خیلی حرف زدم. ادامه بده. تا تو لبی تر کنی، دوستان در مورد ورزشگاه عزادی پرسیدن که سکوهاش تکمیل، نه سکوهاش که تکمیل نمیشه. یه سکو هست اونم گفتن که آیا صندلی بزنن یا نه، قول دادن صندلی بزنن. هنوز نزدن. تا این لحظه اتفاقی نیفتاد. چمنش هم پوریا از اون ور اشاره می‌کنه، چمنش هم دیروز بودیم به خدا چمن بعد زمین دانشگاه از عزادی بهتر بود. آره آره. حالا امیدواریم که مشکل چمن که حل میشه احتمالاً، ولی حالا اون سکو رو کاریش بکنن نکنن، یعنی صندلیش رو بزنن یا نزنن معلوم نیست، گفتن میزنن. البته اونجا یه ذره بحث ایمن‌سازی هم داره به غیر از بحث صندلی، ولی اینکه بقیه سکوها رو بخوان کاری کنن نه، من بعید میدونم که امسال که جای خود اصلا. تیم بعدیمون نفت و گاز گشتزارانه که پیروز قربانی از جدا شد رفت به فجر سپاسی. آقای داریوش یزدی سرمربی شد. بازیکنایی هم که گرفته سهیل دلفی از استقلال خوزستان، محمد مهدیپور و روزبه آروانه از شهرداری بندرعباس، امیرحسین اسکندری از فولاد هرمزگان، احمد داغری از شهرداری ماشر، امید علیپور از شمس آذر، داریوش بخت از داماش، حسین بهرامی از مس شهر بابک، محمد امین سعیداوی هم از نفت مسجد سلیمان. اینا به تیم نفت و گاز گشتزاران پیوستن. بازیکنان که از این تیم جدا شدن: علی نبیزاده، ساسان جعفری کیا، رضا خانی، امین محمد منصف، امیرحسین سالی و مجید چادیک و محسن آقایی. یکی از دوستان پرسیده که قرعه کشی شده، فعلا خبری نیومد. میگن که محمد شروع شده. ظاهرا شروع شده. میگن محمد شریفی اومد داماش. آره. یکی از دوستان نوشته که میتونیم قهرمان جام حذفی بشیم، بعد بریم لیگ نخبگان، بعد قهرمان لیگ نخبگان بشیم، بعد بریم جام باشگاه‌های جهان قهرمان بشیم و بهترین تیم جهان بشیم. ما همین الان هم بهترین تیم جهانیم، نیازی نیست این کارا رو انجام بدیم. بله 100%. تیم بعدی خب مثل سونگونه. مثل سونگون تا اینجا اصلا هیچیش مشخص نبود، اصلا تا یه برهه‌ای میگفتن چه هیچ کاری داره انجام نمیده، فقط اخیراً گفتن آقای محمد نصرتی سرمربی شده. بازیکنایی هم که جدا شدن: محمد طاهر امینی، وحید شیخ ویسی، مهرزا زینال خیری، اکبر آفاقی، محمد شاه محمدی، فرزان دانا و علی پور محمد. اینا از مثل سونگون جدا شدن. یکی از دوستان، حالا یه دوست دیگه هم پرسیده بود که بازی داماش کجاست؟ عزادی دیگه، اصلا جای دیگه نمیتونه باشه. یعنی باید یا عزادی و درست مشکلی که نداره، ولی احیانا مشکلی هم باشه باید حلش کنن. بله. اصلا جای دیگه این نمیتونه باشه در واقع. بله. تو این فاصله خب تیم بعدی میریم پارس جنوبی هم که به نسبت پارسال خود بهتر مهره جذب کرد. حالا مهدی رجب زاده
به جای امید روانخواه سرمربیشون شده. ورودیاشون مجتبی مقتدایی از استقلال تاجیکستان، ببین از تیم‌های خارجی بازیکن گرفته. حالا نمیدونم دوستان چه اصراری به محمد شریفی دارن، میگن واقعا بمب محمد شریفی بود. حالا دیروز هم یه حرفایی میشنیدم تو تمرین، ولی گفتم محمد شریفی الان تو تمرین نیست. من میگفتم بچه‌ها میگم اونی که اونجا نشسته محمد شریفی، میگفتم نیست. بعد دیدن نه شاهین شفیعی بود. نمیدونم، حالا نه میگم شاید جای خبری اومده که دارن اینطوری خبر اومدن به محمد شریفی. خب به سلامتی مبارک. خبر شما مثل که اومد 60 استعداد برتر دنیا. بخون علی، من اصلا کمرم میشکنه. باشگاه مطلب گذاشته، حالا دومین بازیکن برتر آسیا به داماش پیوست. به گزارش رئیس عمومی باشگاه داماش گیلان، محمد شریفی دومین بازیکن برتر آسیا در سال 2017 بعد از مذاکره با حسین خبیری مدیر عامل باشگاه داماش گیلان با امضای قراردادی به این تیم پیوسته است. بله. شریفی جزو 60 استعداد برتر دنیا در جام جهانی 2017 از نگاه مجله گاردین انتخاب شده بود. سابقه بازی در تیم‌های سایپا، نساجی، استقلال خوزستان، پرسپولیس را در کارنامه خود دارد. وی همچنین در عرصه ملی تمام رده‌های سنی نوجوان جوان امید حضور داشته. خب تمام رده‌ها که بعد نمیشه. تمام رده‌های پایه بود. آره، تمام رده‌های پایه‌شو جا انداختید. شریفی به همراه تیم ملی زیر 21 سال به عنوان نایب قهرمان مسابقات آسیایی دست یافت. در پست هافبک شایان ذکر است که وی در زمان حضورش در تیم استقلال خوزستان رکورد جوان‌ترین بازیکن حاضر در لیگ برتر به خود اختصاص داد که این رکورد پیش از آن در اختیار سعید عزت اللهی بود. مرسی از ایشون. خب پس 7 سال پیش ایشون جزو 60 استعداد برتر دنیا. 7 سال پیش 2017. anyway خب حالا گوشی دوست عزیز در خصوص خود قرعه کشی که حتما خبری بیاد حتما بهتون پوشش میدیم. بریم تیم بعدی. بذارین اینجا فقط کامنت دیگه نیومده، کاش که مستعد تیم آقای احتشامی هم تو لیگ انسان بازیکن مستعد آقای تیم احتشامی منظورشون این مدیر روابط عمومی تیم امید آقای عرفان. آقای گفتن مثلا یه کاری میکنن دیگه، گفتن که 4 5 نفر هستیم. یار دیروز حالا یه تمرین لاوا یه چیزی خودشون نشون دادن دیگه، امروز انگار تمرین دارن. آره میفرمایید که ترکش بمب ما رو گرفت. داره بچه‌ها من میخوام جدی باشم یه خورده. خب تیم های شرکت کننده در قرعه کشی تصویرش اومده. اینو میتونید شما اونجا فول اسکرین بذارید، ما نمایش بدیم. البته به هر حال ما تیم همین تیمایی که تو خوندیم دیگه، حالا شما میتونید تیم‌ها رو بخونید. هیچ اون قرعه‌ای که براشون افتاد اون عدد قرعه است براشون. آره عدد قرعه است. آره شماره 1 شد پیکان، 2 صنعت نفسش، فجر شهید سپاسی، 4 تصویرم بیاری البته شهرداری نوشهر، 5 آریو اسلام شهر، 6 حالا گفته کبیر مقوا ولی ما میدونیم که کبیر مقوا نیست. آره 7 نیرو زمینی، 8 شهرداری آستارا، 9 پارس جنوبی، 10 مثل شهر بابک، 11 پالایش نفت بندرعباس که حالا اون بر پرانتز داره آیبوشان جنوب ولی نیست، 12 سایپا، 13 مثل کرمان، 14 نفت مسجد سلیمان، 15 داماش گیلان، 16 مثل سونگون، 17 نفت و گاز گشتاران و 18 شهرراز شیراز. شماره ما چند شد؟ ما 15 ایم. همون رتبه‌ای هم که پارسال بودیم 15. جالب. آره بر اساس همونه. اساسش همونه. خیلی خوب. گوشی دوست عزیز خب. حالا هر خبر دیگه هم بیاد حتما بهتون میگم، اصلا نشون میده که خود قرعه کشی هنوز انجام نشده. فعلا در واقع احتمالاً حالا معمولا اینجوریه که اولش میان کلی حرف میزنن و آره پوریا بگو. قرعه کشی داره برگزار میشه. بذار بلندتر که 5 تا تیم از تهران داریم. 5 تا تیم از تهران. خب استانهای خوزستان، گیلان. خب بیا خودت اینجا بگو دیگه. خود بیا همینجا به مخاطبا بگو. نه میتونی البته فرستادم میتونی بخونی. نه خودت بیا، چرا خودت نمیخونی؟ بیا تو همینجا چرا اینجا بمونم؟ برو پوریا رو دوست نداری؟ منو فقط دوست داری؟ نه بابا برو که راحت شانس. بیا بشین. بینندگان جان، این خبر رو ما داریم. خبر که نیست، داره مراحلش داره برگزار میشه. استانهای گیلان و خوزستان و کرمان و فارس دو تا تیم دارن. تهران 5 تا تیم داره، یعنی ما 5 بار میتونیم بریم تهران، هم به جایی که میهمان باشیم میزبان. البته یکیشو اشتباه زدن، کبیر مقوا رو زدن، طبیعتا نیست. آره دیگه. آره 4 آره. اون یکی میدیم به کرمانشاه. و چون
میدونی که تیم کبیر مقوا تیم سهمیه‌اش اجاره داده، یعنی ممکن سال دیگه خودش اگه تیم بمونه بتونه چی بده. یعنی هم کبیر مقوا همون در واقع تیم بندرعباس تونستن دوتا رو اجاره بکنن، چیزی که حالا اجاره. خبرش بود. حالا الان قطعی کرده باشن نمیدونم. خب بعد که یه شهرهای اطراف دیگه چی داریم؟ یه دونه که مازندران داریم. آره تیمایی که یه دونه دارن استان مازندران و در واقع آذربایجان شرقی و غربی هرمزگان و کهگیلوی و بوی احمد که گچساران میشه. اینا داریم و حالا ببینیم کم کم دیگه داره شروع میشه. اعدادم که آره. یعنی الان اعدادی هم که داره میاد خبرش اینه که یعنی دوتا تیما که هم استانیان نمیتونن در واقع تو یه روز با هم بازی بکنن، چیزی که طبیعیه. حالا فکر کنم به جز تهران البته که اینجا داره اشاره میشه بهش که تیمای تهرانی و مازندرانی 6 تا تیم تو یه قرعه قرار گرفتن. خوزستان جدا، گیلان جدا، کرمان جدا. فقط مازندران چون یه دونه سهمیه داشته با اون چند تا تیم تهرانی. توی این لیستی که هست هنوز کبیر مقوا اومده، یا نمیدونم اون جابجایی انجام شد. جابجایی طبیعتا انجام شده. حالا ببینیم قرعه کشی به کجا میرسه. خیلی خوب. تو این فاصله حالا ما میتونیم آره. یه چیز دیگه آره میتونید بازیکن تیم‌های دیگه. آره قربونت برم که در واقع بیاد. پارس جنوبی جمع بعد جدای روانخواه مهدی رجبزاده سرمربی فصل پیش فجر شد سرمربیشون. ورودیاش مجتبی مقتدایی از استقلال تاجیکستان، محمد اهل شاخه و امید سیدالی از استقلال ملاسانی، محمدزاده از آریو، علی زاهدی از شناورسازی قشم، عباس بوعزار و عرفان پورافراز از فجر، امیرحسین صالحی از گشتساران نفت‌وگاز گشتساران و مهدی نوراللهی از پتروپالایش شازن. و خروجی‌هاشون هم مسعود محبی، علی اصغر هوشمند، علیرضا ارجمندیان و حمیدرضا زرونی بود. بعدیش استقلال ملاسانی بود که امتیازش رو داد به پالایش نفت بندرعباس. فعلا فقط به جز همون گزینه‌های سرمربیگری که در اومده خبری از بازیکن گرفتنشون نیست. شهرراز هم تیم بعدیه که تغییرات خاصی نداشته، با تعداد از بازیکناشون تمدید کردن. اما حالا در کنار آقای ستارزاده که همچنان سرمربیشون هست، آقای داوود مهابادی هم شده مدیر فنی. یه ورودی هم فقط محمد ناصری از پیکان خبرش اومده بیرون. خروجیاش هم میلاد احمدی و عرفان شیروانی بود که فکر کنم گفتن داره میره پرسپولیس، بکنم داره رفت. بعدی تیم شهرداری آستارا که یاشین سزاوار سرمربیه. تا اینجا امیررضا افسرده از این تیم جدا شده رفته ملوان. علیرضا ابراهیمی هم از این تیم جدا شده البته. تیم بعدی هم که بساط کرمانشاه در موردش صحبت کردیم. بعدی نیروی زمینی هم که هیچ خبری بعد از صعودش نیومده، فقط خروجی داشته، امیرحسین جولانی. تیم بعدی شهرداری نوشهره که با پلی‌آف اومد به لیگ 1 با برتری در بازی پلی‌آف مقابل شهرداری ماشهر. رضا ربیعی سرمربیشونه. ورودیاش پوریا بالی از سایپا، یاسر فیضی از مس کرمان، محمد عینالی از اترک بجنورد، متین علینیا از نساجی، علی ادهمی از خوش طلایی، حجت اسلامی و حمید گلزاری از مس شهر بابک، حبیب افرا و امیرسام نصیری از آریو اسلام شهر، رضا نبیزاده از نفت مسجد سلیمان، ناصر رضایی از نیکاپارس، دانیال اسلامی از آلومینیوم عراق و حسین حیدری از شهرداری ماشهر. خروجیش هم تا اینجا فقط میدونید که جز اون خبرایی که توش بود مهرام دامادی بود که بازیکن سابق ما هم بودش. و تیم بعدی پیکان بود که در مورد فکر کنم صحبت کردیم که آقای روانخواه سرمربی شد، حالا میگفتم میخواد بره. ورودیاش حسن مرادیفر از خیبر، سعید قایدیفر، بعدش محمد حسینی و رامین آقالو از سایپا، علی اصغر هوشمند هم از پارس جنوبی. خروجیاش ایمان صادقی، محمد ناصری، حامد پاکدل، محمد آژیر، رضا قندیپور، سامان نریمان جهان، محمد حسین فلاح، محمد جواد آزاده، فرشید اسماعیلی، امیر طاهر، علی قربانی و محمد ستاری همه از پیکان جدا شدن. قاعدتاً بخاطر که لیگ برتری بوده طبیعیه. بعد سرانجام تیم آخرم که صنعت نفت آبادان، فراز کمالوند سرمربیشون بوده تا این لحظه. ورودیاش ابوالفضل هاشمی از احتمال اینکه فراز کمالوند بشه مدیر عامل خیبر هست. حالا گفتم فعلا. ورودیاش ابوالفضل هاشمی از دریای بابل، می‌دونید پارسال فکر کنم عملکرد خیلی خوبی داشت. گل دریای بابل.
امیر عباس بیات از مقاومت تهران، حسام همراه از آریو اسلامشهر، علی پور محمد از مس سونگون، علی جراح از نفت مسجد سلیمان، میلاد کمندانی از سایپا، حسین بغلانی و علی عبدالله زاده از خیبر، مهران امیری، ابوالفضل اکاشه از مس کرمان و مجتبی لطفی از هوادار. خروجی‌هاش هم طالب ریکانی، رضا امانی نژاد، پیام پارسا، یوسف کیشنس، میثم توحیدست، بوبکر تراوالی، علی یوسف و فیاض میردورقی. اینا از نفت آبادان جدا شد و تمام. خب هیچ خبری کم کم نشد. داره شماره قرعه کشیش معلوم میشه. تک توک حالا به خاطر اون شماره هایی که نیرو زمینی داره با سایپا که حالا دربی تهران، دربی خوزستان هم که صنعت نفت و خب قرعه شماره 4 شد آستارا، قرعه شماره 5 داماش حالا گیلان. احتمالاً این بازی هم هفتش مشخص میشه که ما چون نمیدونم چرا دارن اینجوری اینقدر سخت قرعه کشی میکنن. به سال خود قبل هم حالا تقریبا به همین شکل. فشار میاد به مغزم. زیر دیپلم. چیزی که عجیبه اینه که حالا چرا اینقدر سعی کردن که موضوع رو سیکرت برگزار کنن. این خودش قضیه رو بودار میکنه در این فوتبال چه پاک کاری فساد همه دنیا. ببینن. و حالا یکاش بعدن یک توضیح بدن که چرا امسال این کارو کردن. توضیح میخوام. حالا ببینیم کجا میرسه. چون منتظریم چیزی آره. جدید. هفته 11 هم گفتیم دیگه صنعت نفت داره با مسجد سلیمان. اینا مشخص نشده بر اساس اون قرعه ها و اعدادی که خود واسه به تیم خود ها اونجوری آره میشه. خود به خود هفته میشه. ششم هم دربی کلا تهران هم داریم. همینجوریه. نیروی زمینی با سایپا، بله. این ورزشگاه پر میشه. هفته 4 هم شده. اونم تو فجر ورزشگاه سپاسی. القدیر، اونم ورزشگاه القدیر. فجر سپاسی و شهراز. شیراز هم که هفته 4. هفته 4 بازی دارن. بله. حالا منتظر دربی گیلان هم هستیم ببینیم به کجا میرسه. بچه حالا من تو کادر نمیام، حالا یک موضوع مطرح میکنم شما نظر خودتونم بگید. من به شخصه فکر میکردم که امسال قبل از اینکه لیگ شروع بشه این پرونده فساد در فوتبال رو به یک جایی برسونن، شاید مثلا یکی دو تا تیم بالا پایین بشه. من خیلی به این قضیه مثلا یو امیدوار ساکت بودم. شد قضیه. یهو آره قضیه ساکت شد، هیچ تیمی نه سقوط کرد نه جریمه شد. پیکان بنده خدا این همه گفت بعد جالب اینه بعضی از این تیم‌ها همین الان توی لیگ برترن، لیگ یک هم مثلا خیلی وضعیت عجیبیه و الان هم که خیلی راحت داره قرعه کشی میشه. به یه جا نرسید دیگه. دو فردای دیگه هم که خبرش بیاد حالا دیگه اصلا اهمیتی دیگه نداره دیگه. دو نفر رو حالا اینور بازداشت مازداشت کردن دیگه. اون نظرتون رو در این مورد هم بگید حتما. چی بگم من؟ فکر می‌کردید مثلا اتفاق من فکر می‌کردم میفته. من فکر می‌کردم نه. من میدونستم اتفاقی نمیافته دیگه. این همه سالیان سال توی همه لیگ ها داره اتفاقات مختلف میفته. اگه می‌خواست یه اتفاق بیفته مثلا فکر کن سال 98 اتفاقات میتونست بیفته. اونطوری سر تیم داماش بریده شد. هیچی نشد. زمینی میگی دیگه. آره هیچی نشد. به همون آدم الان و همون آدم الان شما داور شمال یک این مملکت با این همه در واقع کی چیزی شده که الان بخواد بشه. هفته هم دربی کرمان، مثل کرمان مثل شهر بابک. بازی خیلی مهمه. آره واقعا ما بس در واقع در کل فصل 5 تا بازی نزدیک داریم دیگه. به غیر از بازی خونگیمون. 4 تا تو تهران، یه دونه هم تو یه دونه تو البته گیلان. مازندران مازندران نوشهر 6 تا. و مازندران نوشهر تقریبا نزدیکه. 5 ساعت داره. 6 تا. 4 ساعت. آره خوبه بازم. خب 6 تا بس بازی نزدیک. البته خب برای رقبامون هم خوبه دیگه طبیعتاً. آره قاعدتاً. خب قرعه‌های شماره بعدی هم گفتن نفت و گاز گشتان 9، سونگون 8، پتروپالای 6 و پارس جنوبی جمع 7. حالا اینا چه معنی بشه؟ خیلی به صورت قطع شکانی دارن خبرها رو آره متاسفانه میدن بیرون. خبری نیست. داشتیم صحبت می‌کردیم، پرسیده بودن که آیا داماش قراره صعود کنه. ما در این مورد البته صحبت کردیم که محتمل به نظر نمیاد. حالا شما یک طور دیگه برای دوستانی که تازه به ما ملحق شدن هم این جریان توضیح بدید که وضعیت داماش به چیه. اگه بخوام بگم داماش صعود میکنه یا نه، نیم فصل اینو بهتون میگم. اصلا نمیشه. الان نمیدونم. خیلی تاثیرگذار بود. خیلی نگاه کن داماش قاعدتا اگه بتونه خیلی منطقی پیش بره، اصلا نگاه کن ما به صورت پیش‌فرض چه فصل پیش اگه پیش‌فرض در واقع دیدگاهش واسه رشد باشه این چیز دیگه منطقیه دیگه. درسته آیا 100%.
و بتونیم ببریم، در حدی که هم بتونیم تلاشمون واسه اون کار باشه. من هوادار بتونیم اگه رتبه تک رقمی بیاریم واقعا خوشحال کننده است. البته در کنار این تک رقمی ها نیاز کاملا به نظر آره اومد. هفته اول تصویرشو سعی می‌کنم نشون بدم. نیرو زمینی شوخی نکن. هفته اول تو رشت با نیرو زمینی چه پیشبینی خوبی کرد. دومم داریم با مثل شهر بابک توی تو یکم شهر بابک پیشبینی نزدیک بود. هفته چرا اینجوریه هفته یک اونجا الان من میام هفته دو داریم با مثل شهر بابک. هوادارهای عزیز ببینم. پوری اگه اجازه بدی من بیام تصویر رو بذارم. بیزار فول اسکرین کنید که شو 3 کجاست؟ بعد هفته 3 خب من بازگشتم که این تصویر قرعه کشی رو بهتون نمایش بدم. این در واقع تیما هست، البته احتمالاً کیفیت خیلی پایین باشه. شما برو اصلا این عدد هفته‌اش مشخص نیست آقا. اینجا 5 6 بعد یه 2 اونور 3 معلوم نیست. خیلی ترکیب عجیبی. حالا تصویر رو من دوباره میذارم حتما برای میخواد برنامه هفته اول رو بخونین کلا. آره بخون بی زحمت. پارس جنوبی جنگ با فجر شهید سپاسی، مثل کرمان با مثل سونگون، بعد نفت و گاز گشتساران با شهرداری نوشهر، شهر راز با تیم بهزاد کرمانشاه، داماش با نیرو زمینی، آریو اسلام شهر با پالایش نفت بندرعباس، نفت مسجد سلیمان با مثل شهر بابک، پیکان با شهرداری آستارا و سایپا با صنعت نفت آبادان. چه بازی اول. حالا داماشا رو به ترتیب این 4 5 تا اولش بخون. ببین بعد یک حالا اینور ما میگیم 2 ولی بعد یهو میره 5 و 6. اینور 9 10. چرا اینجوریه؟ عکسش چرا همچینه؟ تصویرشون عکسو کامل نفرستاده. تصویر اونجا داریم میتونیم پخش کنیم. ولی اینور هفته فول اسکرین دوم کنید حالا هفته دوم هم که میدونیم با مثل شهر بابک داریم. در این حد. من تصویر رو اینور فول اسکرین کنم. خب من تصویر رو بیارم برای عزیزان. تصویر حتما دیدن دیگه. حالا تو کانال هم اگه چرا تصویر بی‌کیفیتی هم رسیده. هیچیش من یو از 2 رفته رو 5 6. حالا یکی همون رو وسط عکس گرفته. حالا اون واینش نیافتاده. بله. این کارهای عجیب و حالا میخوای بخونیم تو هفته پنجم مثلا چه کمکی میکنه هفته پنجم؟ من فکر کنم این وسط ولی یا 2 تا میزبانی پشت هم داریم یا 2 تا میهمان، چون یو مثلا نگاه هفته پنجم آره هفته پنجم ما میهمانیم. آره البته میزبان میشدیم. آره دیگه با شهرداری آستارا مشخص شد که هفته چندم شدیم. شهرداری آستارا بذار ببینم تا اینجا که شما باید اوایل قاعدتا باشیم. هفته سوم یا چهارم. داماش سایپای این دیگه هفته اوایل باید باشیم. احتمالاً تو 3 4 هفته اول با شهرداری آستارا هم باید بازی کنیم. کاملش هم قاعدتا باید از سایت‌های دیگه هم. خب نیرو زمینی تهران نظرت چیه؟ نیرو زمینی حالا نه اینکه نیرو زمینی تیم دارای اهمیتی باشه، ولی خود به خود به خاطر اون اتفاقات داوری که صورت گرفت آره شما میتونید تصویر سویچ کنید. خود به خود به خاطر اتفاقات داوری که اون سال صورت گرفت و ما نتونستیم فوتبالی به لیگ برتر بیایم، چیزایی تو خاطرات مردم مونده دیگه. یعنی هر بازی هم مثلا قرار خراب بشه میگم ما یاد بازی نیروی زمینی میافتیم. یه مربیشون یه مشخص شده. همون مربی فصل قبل فکر کنم یه آقایی بود اصلا اسمش یادم رفت. حالا با توجه اینکه بازی هفته اولمون با نیروی زمینی هست اون چیزش رو اگه یه دوری بخونی خیلی خوب میشه. اصلا میگم هیچ فعالیت نقل و انتقالاتی نداشت. یعنی میتونیم امیدوار باشیم به پیروزی در بازی اول با توجه به اینکه شاید البته حالا پوریا اشاره میکنه که تیمی که سرباز میگیره. طبیعتا حالا امروز خبرش بود که سامان تورانیان دفاع راست استقلال اتفاقا به هر حال ما داماشیم و در زمین خودمون نباید فکر کنیم که مثلا اتفاقات تلخ مثلا بازی مس تکرار میشه. ولی دیگه که تو ما کلا پارسال 2 بار باختیم توی رشته اگه اشتباه نکنم. درست سال مساویای یه بار هفته اول یه بارم که فکر کردیم چقدر زرنگی میریم صدر جنگ. یه بار مقابل خیبری که حالا صعود کرد باختیم. یه بارم مقابل مس که اصلا
بازم باخت ولی اونم بازی بدی نکرده بودیم انصافا، تو اون بازی خیلی هم فاجعه نبودیم ولی باختیم به هر حال. بعضی بازی‌ها هم لحظه آخری مساوی کرد. آره نمیگم مثلا تو رشت خب مثلا تیمی نبودیم که خیلی باخت بدیم. آره حالا نیرو زمینی به نظرم استارت خوبی. حالا تیمی که تازه از سطح پایین‌تر اومده بالاتر، حالا هر چقدر این شنبه اگه تمرین هم کرده باشه به نظر من داماش از پسش برمیاد. بله حالا هر چقدر ما دیر شروع کرده باشیم ولی حالا این جریان نیروی زمینی فکر کنم بازی رو برای هواداران جذاب‌تر هم می‌کنه، یعنی باعث میشه که بچه‌ها میگن دایه بابول چرا نیست؟ مگه دایه بابول مگه نرفت لیگ برتر؟ من برای کی؟ جان تیم مورد علاقه تو رو آره. چی میندازن؟ نه دایه بابول آره. تو لیگ آرژانتین. نه خود آرژانتینه. خود آرژانتین. آره در آمریکای جنوبی بقیه آره. اونجا تیم برزیل و اینا. اونجا میگن لیگ دریای بابول اسم لیگشون. آره. دوستان برنامه نیومد که بخوایم حالا چند هفته اول حداقل فقط میدونیم که هفته اول اینجا یا هفته دوم با مثل شهر باغ کنیم بقیه شو بازی هم که حالا شایعاتی شده بود که یک هفته دیگه تاخیر می‌خوره، فعلا چیز رسمی اعلام نشد، یعنی طبق آخرین چیزی که اعلام شده بازی همون 17 همه شایعه نندازو. نه یه شایعاتی آخه مطرح شده بود به هر حال، ولی بازی اول توی رشته. بله آره بازی اول توی رشته با نیروی زمینی. خوبیش اینه که دیگه فکر نمی‌کنیم به اون تیم. نیروی زمینی فکر کردن داره. متاسفانه روی اعصاب هواداران رفته دیگه. چرا یه خاطره تلخ آره، ولی آره. به هر حال اون دوره‌ای بود که گذشت. خلاص دیگه سعی کنیم چیزایی که زخمای قبلیمون دیگه خیالش. آره. مثلا یه چیز هم هست مثلا حالا اینکه نیروی زمینی در اون برهه زمانی چی بوده برمیگرده به مدیراش، بازیکناش، نمیدونم داور، هر چیزی در همون زمان. الزاما به این معنی نیست که این نیروی زمینی همون نیروی زمینی، یعنی عوض میشه همه چیز. من نمیگم مثلا نیروی زمینی اون تیمی باشه که اون جرأت رو داشته باشه اون کارا رو انجام بده. شاید قسمت نبود داماش بیاد بالا. چی بگم؟ به محض اینکه برنامه بیاد، یعنی شیوه بهتری اگر بیاد حتما شما رو در جریان میذارم براتون توی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام وارش اسپورت منتشر میکنیم. فعلا به نظر نمیاد که غیر از اون عکسی که دیدید چیز دیگه ای اومده باشه. عکس حالا هفته آخرش مشخص بود، هفته از یه جای به بعدش کلا دیگه فلو بود عکسش به قول پوری. خیلی عجیبه، خیلی تصویر عجیبیه که منتشر شد و خیلی جالبه. مثلا میگم سالهای پیش شده مثلا برای اون حرف زدنای خودشون حداقل پخش میکردن برنامه رو، امسال همون کارم نکردن. حالا یک دلیل شاید میتونه اون مشکلی باشه که با آنتن پیدا کردن شاید، چون حالا صحبتی که بود این بود که رسانه‌های غیر از صدا و سیما مثل این که نتونن بازی‌ها رو پخش کنن، چنین صحبتی مطرح بود. حالا اینکه اصلا بازی‌های خودمون هم پخششون چی میشه معلوم نیست، که آیا از جای دیگه به هر حال پخش میشه یا نه. من چون منتظرم وبسایت‌ها مثلا برنامه اومدن، منتظرم که بذارم. خب بذار ببینم اینجا فقط تا هفته یک رو زده. آره حالا همین هفته‌ای که هستن رو می‌خوای اگر میتونی بخونی بگو تا بقیه بیاد دیگه. داماش در چه هفته با چه تیمایی بازی داره؟ اگه نمره چشممون اذیت نشه دوربین رو نزدیک کنی به خود، چیز صفحه گوشی رو نزدیک کنی به خودت. خب هفته دوم نکن اینطوری، همش داره لود میشه. هفته دوم با مثل شهر بابک داریم. خب بعد یهو میریم اونور هفته پنجم داریم با شهر راز. چرا همچنان داره لود میشه؟ هفته ششم با پارس جنوبی، خونگی و خارج از خونه‌ش هم داخل خونه ایم با پارس جنوبی. هفته 6 هفته نهم بعد اونور گفته ما داریم با کیه؟ با صنعت نفت آبادان تو آبادان. هفته دهم هم اینجا داریم با سایپا. دهم اینجا با سایپا. آره بقیهش اونورتر خیلی
نامعلوم. واقعا تبریک میگیم به سازمان لیگ با این کار رسانه‌ای قدرتمندی که پیش گرفتن. امیدواریم که با همین فرمون موفق باشن. همچنین. ما خبرها اینطوری چیزی هم داره میاد دیگه، مثلا به این شکل اولین میزبانی یزدی ها در ورزشگاه بدون مجوز. این تیم رودخونه. یه ما صحبت نمی‌کنیم دلیلش اینه که داریم جای مختلف رو مرور می‌کنیم که ببینیم مطلب چی اومده و هم دوستانمون هم دارن تلاش میکنن که مطلب رو به ما برسونن. خیلی خوب، تا یه جایی که حالا طبق تصویر اومده رو بخون بی زحمت که فقط هفته 14 همشو دوست دارم. خب گفتم دیگه، آره همون تا اونجا هفته 13 هم میدونیم حالا تو زمین پاله. حالا برام یک طور این برنامه رو بخونم براتون. هفته اول شد داماش گیلان نیروی زمینی تهران، هفته دوم مس شهر بابک با داماش گیلان، سوم و چهارم منتشر نشده، هفته پنجم شهر راز شیراز و داماش گیلان در سایپای تهران، هفته 13 پالایش نفت بندر عباس و داماش گیلان و در نهایت هفته 14 هم داماش گیلان رو با یکی از مس‌ها که حتما بابک نیست. آره که حتما بابک نیست. لعنت خدایان. ما کماکان در تلاشیم که به محض اینکه مطلب مفیدی بیاد بهتون بگیم. حالا در خصوص بازیکنایی که به صورت رسمی به داماش اومدن و به صورت رسمی هم خارج شدن صحبتی بکنیم. چون در مورد همه تیم‌ها صحبت کردیم، با در مورد داماش کم صحبت کردیم. آره اصلا مشکل بچه‌ها همین بود، شما صحبت نکردید. آره به صورت رسمی اخیراً که میدونید دومین بازیکن برتر آسیا اومد داماش دیگه، اصلا آره این که حالا آره بستیم ما دیگه تموم شد. بعد عرضم به حضور شما که لعنت خدا بر شما با این دوستمون پیش بینی کرده بود دیگه، جام حذفی قهرمان میشیم، میریم لیگ نخبگان آسیا دیگه. عرضم به حضور شما که متحد برای داماش. این باز اینجا هست دیگه، توی همین اینجا ما لیست کامل رو داریم. آره بخونید. آره مرداد بایرامی بازیکن سابق تراکتور و گسترش فولاد و فکر کنم فولاد و خوزستان هم بود، آلمینو عراق بود، یه سری این تیم‌ها بود که ایشون حالا شاید تو فصول اخیر چندان اون درخششی که باید نشته. حالا یه انتقادایی بود مربوط به جدشون، حالا باید ببینیم، شاید به هر حال اینجا جو فرق میکنه، خیلی بازیکن‌ها تغییر میکنه. نیما مختاری تو تمرین هم بود دیگه اگه اشتباه نکنم. عرفان قربانی، علیرضا خدایی، روزبه سینکی. خدایی بود البته توی چیز بود. نه توی تمرین رو میگم. خدایی درست میگم؟ ندیدم خدایی تو توی تمرین. عمرم خدایی کسی آره. رو. خب روزبه سینکی و شاهین شفیعی و حالا محمد بعضیاشون البته قرارداداشون چیز آره. نشده. دیروز حالا محمد بلالی هم بود کنار زمین از فصل قبلمون و آرمان لطف خدا هم بود. زاهد تبار هم میگن که قرارداد داره، حالا میاد تو روز سه نفر احتمالاً باشه. آره. از پارسال به صورت حالا چیزی که خروجیامون تا اینجا سپر سیمانپور رفته به خیبر بود. آره. نه خیبر نبود، نه اون پارسال بود. به استقلال خوزستان رفته. استقلال امیر حسین یوسفی هم به صحبت چادر ملو. حتما موفق بشه امیر حسین یوسفی. داریوش بخت هم که رفت به فکر کنم گشتارا. هفته دوم مثل شهر بابک خوب بود دیگه. آره We know that. دوم اومده بود از قبل. باران رشت. خب این نویز بود زیاد نگید. خب الان خبر دیگه ای نیومده های لحظه. ایمن یکی پرسیده بازی‌ها تو رشته؟ خب کجا باشه؟ بازی هفته اول احتمالاً میگن دیگه. نه گفته بازی‌ها. بازی رفت و برگشتن. عنوان متمرکز تو رشته در استادیوم‌های شهرداری. حالا شما حتما میدونید، دیواری سنگی. شما حتما میدونید پوریا بالازاده و چه تایرگرابه یه رایزنیایی داره میکنه که اونجا
بازی به طور متمرکز بازی لیگ توی تایرگورا برگزار اینجا بشن میخوان یه دونه تیم به بزنن میزبانی سل آرنا. به استادیوم سل آرنا. استادیوم مرغ مادر سومسر. نه یه سلی دارن اونجا فوتبال بازی. آره سل آرنا. دفاع هم میکنه، میگه باور کن چمنش از آزادی بهتره، کم نمیاره پوریا. من میخوام جدی باشم شما نمیذاری. آره جدی چرا اونطوری. جدی هستی اصلا جدی وجود نداره. من میگم جدی چی بریم هست؟ لیگ برتر. خب بریم. من میگگ. نه بعد اون چیز آره میخوام. چرا- یونس دلفی شاخص‌ترین بازیکن نیروی زمینیه. آره برنامه کامل خونده اول بوده. خوندی، ولی دوره آره. میتونیم بخونیم برای دوستانی که تازه اومدن. برای اون دوستانی که الان ملحق شدن. آره خب برنامه کامل هفته اول. یا بریم لیگ برتر یا بریم واسه میریم دیگه، چرا مشکل نداریم، دشواری نداریم. هفته اول پارس جنوبی جمع بازی میکنه با فجر سپاسی، بازی خیلی جالب میتونه باشه. مثل کرمان با مثل سونگون، نفت و گاز گشتزاران با شهرداری نوشهر، شهر راز با بعثت، خب بعدش داماش با نیروی زمینی، آریو اسلام شهر با پالایش نفت مسجد سلیمان با مثل شهر بابک، پیکان با شهرداری آستارا و سایپا با صنعت نفت آبادان. حالا پوریا میگه که مثل اینکه نه اومده. فیک بود داشت. هنوز لیست کامل نمیدونم چرا واقعا کاملش رو منتشر نمی‌کنم، من واقعا نمیدونم. حالا خب چیزی که گذاشته خود سازمان لیگ، چیزی که گذاشته اصلا باز نمیشه. چیزی که خود سازمان لیگ گذاشته باز نمیشه. پوریا از اون ور داره چک میکنه. امسال خیلی میگم قشنگ هنرنمایی کردن دیگه واقعا. خب هفته اولو که گفتیم داماش اولین بازی در خانه هستش. آقای مهران دوگوهرانی پرسید. آره اولین بازی زمینی آره. داریم با که تو رشت. هفته دوم حالا بخون دیگه، ضرر نداره که. تیم داماش حمله داشت، یکم زوده. بعد هفته دوم شهرداری آستارا داره با سایپا، بعثت با نفت و گاز گشتزاران، نیروی زمینی با پارس جنوبی، شهرداری نوشهر با نفت مسجد سلیمان، مثل شهر بابک با داماش، پالایش نفت بندر عباس با پیکان، صنعت نفت آبادان با مثل کرمان، فجر سپاسی با آریو اسلام شهر و مثل سونگون با شهر راز. مرسی ازت. من دارم صحبتی نمی کنم، در حال چک کردن جدول هستم که اینم اومده یا نه. مال هفته اول که اومده فقط هم هفته اول اومده فعلا، یعنی هفته اولش رو به صورت منظم اومده، بقیه‌شون هنوز. یکی از بچه‌ها پرسید سعید طالبی موند. فعلا خبری نیومده. بعد یکی دیگه جواب داد سعید طالبی چیه؟ دائم تمدید هستش با اینکه فصل دائم التمدید. نه خودش میشه دائم تمدید. منظور با اینکه اعتماد. آره با اینکه فصل پیش خیلی بد. یکی گفته بگو. شو گفتم. سعید طالبی موند. آها فعلا معلوم نیست. فعلا خبری نیومده. خبری ازش نیست. بعد یکی گفته علی رهبر حمله داشت زوده. چی علی رهبر چی؟ هیچ دوستون گفته علی رهبر حمله. علی رهبر حمله کن. این میگه تیترایی که میزنن دوست دارم. فکر کنم منظورش در مورد بمب بود. آها بمب خوشه‌ای که انداختن. بعد جانباز داریم. یکی گفته ایران خیلی خوبه حتما نصب کنید. عرفان چی هست؟ بعد ایران خیلی خوبه حتما نصب کنید. چی هست؟ عرفان برادر داداش ایران رو نصب میکنن؟ متوجه نشدم من چی میگی. چی میگی برار؟ امین اسدالله‌پور گفت سلام بچه‌ها، خوشحالم دور میبینید. ما هم خوشحالیم که آره ما هم شما خوشحالیم که تو رو می‌بینیم از امیدوارم راه دور. البته دوباره ببینیمت. آره. شخصی ببینیمت. یه روزی باشه هممون باشیم. بعد رسول هم میگه نشان بدید دوستان چیو. تصویری نداریم از سازمان لیگ، ولی خبری برسه آقای- حتما بهتون میگیم. آقای حشاشین گفته این هم بازیکن هیولا هست که امسال تیم نداره، نمیشه یه سال قرضی گرفت اینا رو. تو پول باید باشه. متأسفانه تو فوتبال ایران زیاد کلا قرارداد قرضی اینا انگار بهش اعتقاد ندارن. مثلا خیلی تیم‌های مثلا لیگ انگلیس و لیگ‌های کشورهای دیگر می‌بینیم مثلا بازیکنایی که زیاد بهشون میدونن اون فصل بازی نمیرسه قرض میدن به لیگ‌های پایین‌تر. این چیزی که هنوز تو ایران زیاد جا نیافتاده متأسفانه. اگه جا بیفته به نفع خیلی تیم‌های لیگ‌های پایین‌تر 100%. بعد البته برای همونش حالا برای هر حال پولی باشه دیگه.
بعد آیه عرفان خوشچین مدیر روابط عمومی تیم امید گفته یه سری بازیکن بومی بدون تیم داریم که با یه ذره ترقی میشه جذبش کنیم، مثل کنان طاهر نژاد، آزاد جعفرزاده، سعید باقرپسند، محمد میری، محسن فروزان و امین پورعلی. چرا که نه؟ 100%. حتی شاید با یکی دو نفرشون موافق نباشن ولی در کل ولی میشه به هر حال جذبشون کرد. بله. یکی گفته داماش پرسپولیس کوچیک. با این اتفاقی که افتاده حق دارن دیگه این حرفا رو بزنن دیگه، چی بگم. خب بگین اصلا که چی؟ خب که چی؟ مهم اینه که چی به نفع تیم باشه. اگه به حیات خلوت تبدیل نشه خوبه. دوستان میرن و میان اینجا ببخشید که خلاص دوست عزیز سر و کار صدا میشه. خبری هم حالا اگر بیاد که بگید ممنون میشیم. دیگه دوستان چی میگن؟ بعد میگن حسین ابراهیمی موند. خدا فعلا صحبت داره میشه باشه ولی باشه چیز صحبت. قطعی نیست. میگن تماشاگران داماش آقای امیررضا بنده مسئول گفت تماشاگران داشت به تخفیف 40% بوتاکس براشون از این فصل فعال میشه. زیبا بود. قشنگ. قشنگ. پوریام یکی هم گفته داره میره. یکی گفته علیرضا حمله. آریان یوسفی رفیق ما هم گفته ربر کی بریم برنامه هر وقت پوریا شد داداش. خدافظی کن با اون کلات بعد برو. آریان یوسفی پوریا میگه کی بریم برنامه. کی برید برنامه؟ ما الان دارم میرم برنامه. آره با این وضعیت داره میره برنامه اینجا. بیاد تصویرش بیاد. آقایان تا درودی دیگر بدرود. بدرود. ورزشکار اون پوریاست اینجا. گهر درود نباشه. پوریا رفت ولی ما هستیم و مطلبی اگر بیاد حتما کار میکنیم. دوستان طراحمون هم البته اینجا هستن که برنامه اگر بیاد بخوان مثل پارسال ترتیب برنامه‌های داماش رو بدن. با ذکر هفته طراحی کنن و منتشر کنن. خب اونم گفت بهتر بذار بره. یکی از بچه‌ها گفت که پوریا داشت میرفت. شاید با پوریا بدی چون بچه شاید هم منظورش حسین ابراهیم بود نمیدونم. ایهام وجود داشت. آره خیلی ایهام داشت. همچنان اینجا ما رو هفته یک بچه‌ها گیر کردن. هفته یک بچه‌ها گیر کردن دیگه. آره. چرا واقعا چه وضعه؟ چه وضعشه؟ چیکار می‌کنی؟ آن نه فکرم اومد دیدم که نه. No bro, that was Premier League, not آره. Hazardgan League. میگم این کانالاشون رو بخونیم. نتیجه پیش بینی از نتیجه بازی با نیروی زمینی تهران. حالا در مورد نیروی زمینی تهران که حتما خودت میای برنامه‌های ویدیویی صحبت می‌کنیم. غلط می‌کنم. چرا باید می‌کنم؟ ولی من احساس می‌کنم که اگر خیلی افتضاح نباشیم در بحث فنی و جذب بازیکن، من احساس می‌کنم بتونیم ببریم با توجه اینکه خود نیروی زمینی هم من یه 2-0 می‌بینم. نه 2-0 نه. آخه یه چیزی هست در کل، چه تو لیگ برتر چه توی لیگ یک، توی هفته‌های اول میزان مساوی خیلی بیشتره، به خاطر اینکه تیم‌ها میخوان از هم شناخت پیدا کنن، حالا بدنسازیشون درست نیست. ولی من فکر میکنم برد خفیف داماش یا مساوی. 2-0 خفیف گفتم. 2-0 خفیف گفتی؟ نه من با توجه به بازیکن‌های سربازی که میگیره و حالا حساسیت‌هایی که برای این بازی وجود میاد، من احساس میکنم برد خفیف بتونیم به دست بیاریم. دوستانی هم که تو لایو هستن حالا میتونن پیش بینی کنن، بگید که در هفته اول شما از نتیجه بازی آره. با نیروی زمینی چیه؟ هفته اولی که با نیروی زمینی بازی داریم به نظرتون چی میشه؟ میگن نیروی زمینی که مهم نیست، وحید کاظمی یه بار تشریف بیاره رشت واسه قضاوت. البته ما هم بی صبرانه منتظریم ایشون یه بار تشریف بیارن رشت. که در خدمتشون باشیم، پذیرایی کنیم ازشون. حتما تشریف بیارن آقای کاظمی. یه بازی حساس میشه بالاخره. خیلی خوشحال میشیم تشریف بیارین. که چی میگه؟ هیچی نمیدونم. میگه رونالدو رو جذب کنین، بعد میگه میبازیم 9-0. چطوری آخه یعنی چی؟ ولش کن، میگم زیاد همه کامنتار جدی نگیر. آره anyway. تماشاگران داماش تخفیف 100% در خرید بلیت عزادی. آره بوده دیگه، تا پارسال که بوده. جدی. آره. یعنی امسال ما پول بلیت نمیدیم، هر سال میدادیم. ما که حالا خیلی سال بلیت نخریدیم آره. حقیقتا. من میگه شوخی کردم، میدونیم شوخی کردی 9-0 چیه داشت.
من میگه به تلافی 3 فصل پیش که نیروی زمینی با ناداوری زد و بند بردن انشالله میبریم. 3 فصل پیش نبود داشت، اولار سال بود. بعد یکی گفته میزبان بله هستیم. میزبانیم میزبان. بله. تشکری هم بکنیم با اینکه اطلاع رسانی نشد و تایم بدی هم بود. 200 اندی نفر اومدن توی لایو برنامه ما رو دیدن. مرسی که هستین. حالا کم کم ما برنامه رو اگر خبر خاصی نیاد میبندیم. آره به هر حال اگه اطلاع رسانی برنامه می‌کنیم. کاملش اومد بعد توی گروه توی تلگرام اینجا بیشتر هدف این بود که توی یک لایو حضور داشته باشیم با بچه‌ها صحبت کنیم. واقعا دل ما هم تنگ شده بود برای بچه‌ها. افسردگی میاره فوتبال نیست بابا. حالا فوتبال یه ور قضیه همین اینکه با بچه‌ها هم در ارتباط آدم نیست، اونم یک ور دیگه قضیه است. عزادی را جهنم میکنیم. برد داماش فکر میکنم. بچه‌ها سریال پژمان 2 به زودی در رشت. آره میدونم توی پژمان 1 حمید درخشان هم بود مثل اینکه آره. بعد پژمان جمشیدی رو جذب کرده بود برای داماش. دیگه بعدش من ندیدم چون رفتم خدمت. حالا یکی از بچه‌ها به شوخی نوشته بود، گفت این بازیکن‌های قدیمی پرسپولیس اینقدر اینا گرفتن، فکر کنم پژمان جمشیدی هم مثلا بیاد اینجا برای داماش بخواد بازی کنه. چند سالشه الان؟ 50 سالشه. همین حدود بود باشه. خوبه دیگه میخوره. در تخته جور کازویوشی میورا رو داریم 60 خورده ساله تو فلان لیگ داره گل میزنه زیاد سن و سال. پژمان جمشیدی هم میتونه بیاد چرا نمیتونه. خاندا داشت. مطلبی نمیاد دوستان. خب من به نظرم میتونیم خدافظی کنیم. برنامه رو ببندیم دیگه زیاد داریم. نه خب با توجه به اینکه مطلب درست حسابی نیومد ما تو اینستاگرام و تلگرام حتما راجعش صحبت می‌کنیم. فقط برنامه هفته اول رو یک طور دیگه بخون، ورودی و خروجی داماش رو یک طور دیگه بخون، اگه خبر نیومد که خدافظی کنیم. آره. برنامه رو من میخونم، ورود خروجی رو تو بخون. باشه. برنامه هفته اول: پارس جنوبی جمع با فجر سپاسی، مس کرمان با مس سونگون، نفت و گاز گشتاران با شهرداری نوشهر، شهرراز شیراز با تیم بعثت کرمانشاه، داماش با نیروی زمینی، آریو اسلام شهر با پالایش نفت بندر عباس، نفت مسجد سلیمان با مس شهر بابک، پیکان با شهرداری آستارا و سایپا با صنعت نفت آبادان. در مورد بازیکنای امسال هم که بخوام بگم، مهرداد بایرامی، نیما مختاری، عرفان قربانی، علیرضا خدایی، سینکی اسم کوچیکش چی بود؟ روزبه سینکی. اسمش یادت بگو دایی. و آره راست میگی. و شاهین شفیعی بازیکنایی هستن که به نظر میاد که جذب شدن یا تو تمرین دیده شدن و البته آرمان لطف خدا هم که صحبت شده و بوده. گفتم پیشنهاد میلیاردی رد کرد. محمد بلالی و رضا صاحب تبار هم احتمالاً تمدید میکنن با توجه اینکه قرارداد دارن و سپهر سیمانپور و امیرحسین یوسفی و داریوش بختم که فعلا مشخص شده که رفتن. در مسیر بعدیتون موفق باشید. امیدواریم واقعا اینطور باشه. و البته کادر فنی پارسال اونم که رفتن. بله آره به هر حال با تمام زحماتی که کشیدن به هر حال امیدوارم اونا هم تو مسیرهای بعدیشون موفق باشن. در تیم‌های بعدیشون موفق باشن. و امیدوارم که اتفاق تکراری که بعد جدایی دفعه قبل رخ داده بود اتفاق نیفته. من امیدوارم خصومت‌ها دیگه نباشه، چون الان من نیستم، من اینطوری رفتم بیرون دیگه بخوای همه جوره زیر بگیرین دیگه اونطوری نباشه. به هر حال هر کی یه دوره میاد حرکتی میزنه، مهم اینه که قلباً همیشه به حال نه. حالا به فرض هم اگر دلخوری بخواد وجود داشته باشه، به فرض نباید نسبت به هوادارا باشه، نباید نسبت به باشگاه باشه، میتونه نسبت به اشخاص خاصی. آره من میگم مثلا خصومتی هست، دلخوری هست، شخصی نگهش داریم، مجموعی نکنید. آره واقعا امیدواریم که به هر حال این روابط کماکان حسنه باقی بمونه و به هر حال فوتبال میچرخه، دوباره یکی میره دوباره یکی میاد. آره همون ممکنه دوباره مسیرش بخوره، همونطور که قبلا رفته بودن و دوباره تشریف آوردن. دیگه در مورد این مسائل زیاد صحبت نکنیم. به حال گذر همه به هم دیگه میخوره دیگه، هستیم بلا ما به هر حال ممکنه دوباره به نوبه خودمونم قدردان این عزیزان هستیم. ممکنه دوباره تو این تیم مسئولیتی داشته باشین، یه روز معلوم نیست. اصلا نیازی نیست آدم به تنش‌ها اضافه کنه خودش. آقا این بود برنامه ما در خصوص امروز. آره میگه آره محمد شریفی هم رو نمایش داره. بله بمب خوشه‌ای.
یه کاری تشکر میکنم از این 200 اندی نفری که توی لایو ما بودن. برنامه کامل که بیاد حتما به تفکیک هفته برای شما میذاریم. قبل از اینکه بازی ها شروع بشه حتما برنامه‌های ویدیویی بیشتری هم داریم و برنامه پخش نشد دیگه، از جای دیگه پخش میشد حتما ما هم برای شما پخش میکردیم. هیچ جایی پخش نشد. من عاشق این پروبال دادن‌های پیج باشگاه. آره، واقعا خیلی دوست دارم. پروبال‌های پیج باشگاه هم تو رو دوست دارن. مرسی که از جملات برعکس خودم استفاده کردم. پیشنهاد میلیاردی نه. آره. بمب. دوستتون داریم و به نوبه خودم ازتون خداحافظی میکنم. مرسی که با ما همراه بودین. حالا بعضی حرفا رو جدی نگیرین، زیاد شوخی می‌کنیم. انشالله که فصل خوبی برای تیم باشه و تا دیداری بعد خدا